رودخانه شاور یکی از شگفتی‌های کهن‌ترین شهر جهان یعنی شوش در خوزستان است. یک رودخانه کوچک که هیچگاه خشک نشده و البته از معدود رودخانه‌های کشوره که از چشمه‌های زیرزمینی سرچشمه می‌گیره. این رودخانه در حدود 6 کیلومتری شمال شهر شوش ظاهر میشه. از غرب محوطه باستانی شوش و میانه شهر شوش امروزی میگذره و مثل یک زهکش طبیعی اراضی اطراف شوش رو سیراب میکنه. جالب اینجاست که در متون کهن ایلامی، اکدی، عبری، یونانی و لاتین از این رودخانه یاد شده. شاید برای شما جالب باشه که بدونید مردم باستان شاور رو به چه نامی میشناختن. به طور کلی در متون یونانی و لاتین از 5 رود در خوزستان نام برده شده. مثلا رود کارون به پاسیتیگریس معروف بود. دس هم کوپرتس نام داشت و رود جراحی هم به هودوفون مشهور بود. در این متون باستانی نام 2 رود دیگه هم وجود داشت، اولایوس و کواسپس، که باستان شناسان دقیقاً نمیدونستن کدوم یکی نام باستانی شاوره. تا اینکه در قرن 19 کتیبه ها و دیوارنگاره هایی از کاخ آشوربانیپال در نینوای عراق کشف شد. این کتیبه ها مربوط به پیروزی این پادشاه آشوری بر پادشاه ایلامی در حدود 6 قرن پیش از میلاد مسیح بود. این کتیبه ها به زبان اکدی نوشته شده بودند. بالاخره مشخص شد که شاور همان اولایا به زبان اکدی است و اولایای اکدی معادل رود اولا در ایلامی و اولای در عبری و اولایوس در لاتین است. در قرن 19 مطالعات درباره رودخانه شاور بیشتر شد. پای جهانگردان و باستانشناسان هم در این دوران برای کاوش آثار باستانی به دشت شوش باز شد. 140 سال پیش هم خانم دیالافوای معروف که یک باستانشناس فرانسوی بود درباره شاور و ماهی‌های غولاسای اون در کتاب خاطراتش صحبت کرده. حالا بد نیست به روایت 102 سال پیش یک جهانگرد مشهور عراقی به نام عبدالکریم الندوانی درباره این رودخانه هم اشاره کنیم. او در آذر سال 1919 میلادی به دشت شوش سفر میکنه و مشاهدات عینی خودشو درباره رودخانه شاور در کتابی به عنوان العماره و عشایرها ثبت میکنه. الندوانی در شوش مهمان سید احمد فرزند سید طاهر تفاخ بود. رودخانه شاور این جهانگرد عراقی رو شگفت زده میکنه، به طوری که در صفحه 81 کتابش مینویسه عجیب است که از آب این رودخانه در فصل سرما بخار بلند می شود. هوس کردم در این رودخانه شنا کنم. آب آن به شدت گرم بود. علت گرمی آب در این فصل از سال را جویا شدم. به سراغ منبع این رودخانه رفتیم. سرچشمه آن را یک چشمه گرم و یک چشمه سرد یافتیم. این جهانگرد عراقی در کتابش به وجود مالاریا در این رودخانه هم اشاره میکنه. همچنین درباره ضرب المثل‌ها و مردمی که پیرامون این رودخانه زندگی میکنند هم صحبت میکنه. حالا پس از یک قرن از این روایت، شاور شکوه گذشته خودش رو به شدت از دست داده و تبدیل به یکی از آلوده ترین رودخانه‌های کشور شده. این رودخانه محلی برای ورود پساب‌های کشاورزی، فاضلاب منازل و زباله شده و حیات اون به شدت تهدید میشه. تعرض به این رودخانه و ساخت و سازهای غیر مجاز هم بلای جونش شده.